سلام، خیلی مخلصیم بچه‌ها. اومدم با یک پادکست دیگه در کنار کوروش. مخلصیم. چنلش رو این زیر میذاریم، بعد دنبال کنید چنلش رو. یه ویدیوی دیگه هم گرفتیم به اسم 2 تا ویدیو گرفتیم. اولی که حالا میاد به اسم موج شکن. یه برنامه‌ایه که برای یوتیوبراست و حالا مشکلات و چالش‌های یوتیوبرا رو اون تو گفتیم، درسته؟ بله. و این پادکست یه ذره متفاوته بچه‌ها. خیلی تو فکرم بود که یه همچین پادکستی بگیرم در مورد اینکه کوروش، ما آیا واقعا خوشبختیم یا نه؟ احساس میکنیم که خوشبختیم. خب میدونی موضوع اصلی پادکست ما هم اینه، میخوایم راجبش صحبت کنیم، نظرتو میخوام بدونم، یه ذره با هم دیگه گفتگو کنیم. خیلی دوست داشتم که لایو استریم باشه ولی متاسفانه اینترنت یاری نکرد. این چیزی هم که شما میبینید همون لایوه بچه‌ها، فکر کنید لایوه، فقط با این تفاوت که سعی کردم توی ویدیویی بیاد که شما ببینید و نظراتتون رو حتما میخونم. این خیلی برای من مهمه، چون یه موضوعیه که فکر میکنم همه درگیرشن، همه درگیرشیم و خب میریم جلو ببینیم چی میشه. تا حالا کوروش حس کردی که بقیه خوشبختن؟ مثلا توی اینترنت که میری اسکرول میکنی این سفر رو میری بالا، آدمایی رو میبینی که توی ترکیه‌ان، توی ماشینای لوکسن، توی دبی‌ان، یا همین توی ایران یه جای خیلی خفن دارن زندگی میکنن با امکانات خیلی خوب، همه چیشون خوبه. مثلا این به نظرت واقعا خوشبختن یا نه؟ دارن یه شویی بازی میکنن برای من و تویی که داریم اونا رو میبینیم. حالا نه صرفا سلبریتی و اینا، نه، آدمای معمولی هم این کارو میکنن. خب ببین، همیشه نشون دادن قدرت باعث جذب آدمای دیگه میشه و این حس لذت بخشیه. یعنی اگر من تو اینستاگرام همیشه از شادیام بذارم، آدمای بیشتری جذب من میشن و این یه حس جالبی، یه دوپامینی تو من ترشح میکنه. مثلا وقتی من از یه ماشین لاکچری میذارم یا از یه سفر خوب میذارم یا از حال خوش میذارم، آدما بیشتر منو فالو میکنن تا اینکه من بخوام از دردم بگم یا بخوام چیز عادی بذارم. طبیعیه، یعنی تو ژن انسان ها همچین چیزی هست. همیشه آدما به سمت آدمای پرقدرت یا پرجذبه میرن. طبیعیه. یه جوری احساس میکنی که اگه ما خودمونو قوی نشون بدیم و مثلا بالا نشون بدیم، آدمای بیشتری میان سمت تایید طلب دیگه، حس تایید طلبی. دوست داریم که بقیه ما رو تایید کنن. اصلا انسان وقتی جمعی داره زندگی میکنه دوست داره دیده بشه. مثلا بارها شده من توی جمعی بودم، یک افرادی اونجا بودن که اصلا هیچی نمیدونستن و فقط صرفا به خاطر اینکه پولدار بودن، لباس خوب داشتن، ماشین خوب منظوری از هیچی نمیدونستن یعنی چی؟ یعنی هیچ اطلاعاتی راجع به یک موضوعی که اونجا داشت صحبت میشد نداشتن، ولی خب نظرش یه جوری میگفت همه تاییدش میکردن چون پولدار بود. آره حاج آقا فلانی، آره آقای فلانی، میدونی چی میگم؟ و تاییدش میکردن، در صورتی که تا قبل از اینکه اون شخص بیاد همه یه جوری مخالف این جریان بودن، مخالف این صحبت بودن. ولی وقتی اون اومد مثلا تو جمع گفت نه آقا این چه نظریه، مثلا این یه چیز شهودیه برای خودم پیش اومده، یارو میاد میگه که آره فلان، اینجوری نیست، یا همه برمیگردن، انگار که یک اون حاله قدرته، انگار یه حاله قدرتی یهو دور اون طرفو میگیره که همه باید بگن بله چشم. طبیعیه. من اگه بخوام یه مثال بزنم، حالا شاید این مثال درست نباشه، انسانو بخوایم با حیوان مثلا مثال بزنیم، شما یه گله اسب هم که ببینی، گله گوزن هم که ببینی، همیشه 2-3 نفر قدرت بیشتری دارن و بقیه سعی میکنن یا باهاش بجنگن، اگر نمیتونن بجنگن مجبورن که از اون الگو برداری بکنن یا زیر سلطه اون باشن. حالا اینکه مقدمه داستان بود که اصلا موضوع بحثمون چیه بچه‌ها، اینکه ما واقعا توی دنیای مجازی، توی اینستاگرام، توی تلگرام، توی یوتیوب افرادی رو میبینیم که انگار خوشبختن و خب اون یه حسرتی تو دل جوونا میذاره و یه جوری یأس میاد سمتت، میدونی چی میگم؟ و تو فقط داری نظاره میکنی، تماشاگری. میخوایم اینو بیشتر با هم دیگه بریم جلو. کوروش، تا حالا شده خودت وانمود کنی که حالت خوبه فقط به خاطر اینکه بقیه دارن نگات میکنن؟ طبیعیه، بله. چرا اینجوریه به نظرت؟ همینی که توضیح دادم دیگه، انسان نیاز داره که تایید بشه از طرف دیگران. یعنی اگر بیام حال بدم و مثلا
بگم یه جایی امکان داره که از اون جمع برم بیرون دیگه، تو اون جمع نباشه. هرچند که برای من نوعی بعد 34 سال سن، یعنی اینو متوجه شدم که اصلا مهم نیست که دیگران در مورد من چی فکر میکنن، چه حالم بد باشه چه خوب باشه، من باید با خودم کنار بیام، اصلا برای من مهم نیست. الان اینو متوجه شدم. شاید مثلا در سن 20 سالگی متوجه همچین چیزی نمی‌شدم، دنبال اون تایید طلبیه مثلا تو اینستاگرام و تو سوشال مدیا و تو جمعا بودم، ولی الان همین چیزی نیست. می‌کنم برای مردا اینجوریه، چون دوست ندارن شکستشون رو کسی ببینه. میدونی از اون سرزنشه احساس می‌کنم که دوری می‌کنم. یعنی مثلا من اگه یه جایی شکستی بخورم سعی می‌کنم تا لحظه آخر خودم رو یک پیروز نشون بدم. من این جمله‌ای که میگن حتی داری شکست میخوری لبخند رو صورتت باشه که دشمنت خوشحال نشه، فکر نکنه تموم شده قضیه. میگیری؟ من به این خیلی اعتقاد دارم، به این جمله، و احساس می‌کنم مردها سر این جریانه که دوست ندارن شکستشون رو کسی ببینه. یا مثلا اگه دقت کرده باشی یه کسی که ورشکست یا برشکست میشه اصلا تو جمع نیست، دوری میکنه، نمیخواد اونو هی بیان کنه. کی وارد اون جمع میشه؟ زمانی که از اون شکست گذشته به خودش اومده، دوباره میاد تو جمع و با افتخار اونو تایید میکنه. یا آره آقا من شکست خوردم، الان دوباره از صفر شروع کردم. میگیری؟ احساس میکنم برای مردا اینجوریه. دقیقا. چون زنها خیلی سریعتر خودشونو خالی میکنن. دقیقاً. میگیری؟ تو جمع راحت میشینه از شکستش میگه آقا مثلا شکست عشقی خورده، مالی خورده، تو کار اخراج شده یا هر چیز دیگه، با گریه و با حرف زدن خودشون تخلیه میکنن. ولی مردها احساس میکنم میان تو سکوت. آره. یا دنبال راه حل میگردن، مثلا از رفیقشون یه سوال میکنن چجوری این مشکل رو. مرد اینجوری نیستن. پویس نیستن. نه مرد اینجوری نیست. من فکر میکنم که اگر یه دوست صمیمی داشته باشی، حتی به یه مشکل بر بخوری دنبال راه حلش میگردی، به جای اینکه ناراحتی کنی دنبال راه حلش میگردی. مثلا چیکار کنی، اینو چیکار کنم فلان. تو حتی به رفیقت هم احساس میکنم نمیری نمیگی آقا من این شکست رو خوردم اینجوری، یه جوری غیر مستقیم ازش دنبال چیز میگردی. در حال دنبال راه حلی، ولی زنا سعی میکنن تخلیه روانی کنن. آره. اگه حتی با رفیقشون هم شاید دنبال راه حل نگردن ولی تخلیه روانی میکنن. یه چیزی که الان چیز شده توی جامعه، توی روابط، توی جوونا، چرا ما خودمون رو با بقیه هی مقایسه میکنیم؟ چرا هی مقایسه میکنیم؟ چون میخوایم شبیه بقیه زندگی کنیم، انگار تک افتادن. مثلا یه مثال برات میزنم، توی یه پادکستی شنیدم خیلی جالب بود. میگه آقا در دیرباز هم انسان‌ها به صورت جمعی زیست می‌کردن. اوکی؟ همیشه توی گروه بودن. وقتی یه نفر تک میفته، در زمان قدیم مثلا یه نفر تک میافتاده خطر بیشتری تهدیدش می‌کرده. میدونی؟ و در نهایت به یا مرگ مثلا ختم می‌شده یا به گم شدن ختم می‌شده و همیشه دوست داشته که در جمع باشه. به همین خاطره که ما دوست داریم تو جمع باشیم. ولی الان خیلی فرق می‌کنه با 10,000 سال پیش، با 20,000 سال پیش. شهر الان وقتی ما تو شهر داریم زندگی میکنیم آنچنان خطری ما رو تهدید نمیکنه، ولی اون ژنه هنوز داره آلارم میده آقا از جمع داری دور میشی، آقا خطر تهدیدت میکنه. تلنگر میزنه. آره. یا اونایی که تو جمعن، اون کسی که تنهاست و براشون علامت سواله که چرا تو جمع نمیاد. آره. بعد تفاوت خوشبختی نسل قدیم با نسل جدید توی چیه به نظر؟ مثلا نسل قدیم همین که یه خونه اجاره‌ای کوچیک داشته باشن، یه شغلی داشته باشن، میدونی؟ مثلا میره خونه یه چیزی داشته باشه تو دستش بره خونه، همین قضیه باعث میشه احساس خوشبختی کنه. قربونت برم. مرسی. چاکرم. همون باعث میشه که احساس خوشبختی کنه. خب ولی الان نسل جدید اینجوری نیست. احساس میکنم خوشبختی تو خیلی چیزای دیگه میبینن. ببین هر نسلی یه سری امکانات داشته دیگه، به هر حال یه سری. شما اجازه میدید من یه استاد بخونم؟ بیا اینجا. بفهم. بیا. با گلت بیا دیگه. با گل. آره بیا. آقا خیلی ممنون. آقا ما توی انزلیم دیگه. این دوست عزیزمونم مثل اینکه بلاگرن. یه دونه اسم چیه؟ اسم محمد. بشین اینجا. شعر بخونی؟ بشین. از اسم علیزاده واسه میخونم. بفرمایید. ببخشید. میگه از تو یه دونه از تو نیست، کسی مثل تو زیبا نیست، واسه یه دوتا دیوونه هیچ جایی مثل دریا نیست. دریا قشنگه ولی کنار تو
از سر شب بشینیم تا 4 صبح دوست دارم این ساحل و تا تهش برم شونه به شونه تا بارون بغل تو دریا قشنگه ولی کنار تو از سر شب بشینیم تا 4 صبح دوست دارم این ساحل و تا تهش برم شونه به شونه تا بارون بغل تو فقط بغل تو. مرسی. پیج اینستا داری؟ لیو. اسم پیج چیه؟ عالی بود. اسم پیجم محمد یه نقطه میرشکاری. خب اینو تو محمد. نوتپدت نگه دار. آره محمد ما زیر بذاریم. می‌نویسم. می‌نویسی؟ آره اونجا دیگه چیز محمد دات میرشکاری. شما اگه میل خودتونه یه دونه آهنگ دیگه واسه چی؟ یه آهنگ از اسم امیر مقاله واسه آره اینم کوتاه بخون ببینیم چه جوری صداش خیلی خفنه. آره واقعا میگه ما هر جا میری با هم عکس یادگاری داریم ما تو هر جمعی نبودیم نه کسی رو داریم قشنگ میشه آخر قصه ما واسه تو رود بگیم آره ما ادامه داریم آره ما ادامه داریم فقط دور هم تو شبیه منی من شبیه خودتم بجوری عاشقتم دیوونه نیستم من خودتم توی رابطه با تو بدون بازنده منمون که با خنده اومد ولی با خنده نرفت تو گرفتی قلبم و هدف گرفتی همه روزای سردم و بغل خودم خواستم بدی تو ندیدم بی دلیل شدی تا همه دلیلم با این که من شدم باعث پروازت ولی خودم یادم رفت پریدم این خدمتش. آقا دمت گرم خیلی باحال بود خیلی. محمد من اسم پیجم محمد یه نقطه میرشکاری. بچه‌ها اینو میذارم تو اینستاگرام حتما پیداش میکنم تگش میکنم. ما تو یوتیوب میذاریم ویدیو رو. ولی خیلی خوشحال شدم. حالا یه سوال دارم حالا دیگه اومدی وسط ویدیو. گل میفروشی درسته؟ بله. چند سالته؟ من امسال دارم تو 16 سالشه گل میفروشه و یه بیزنس راه انداخته برای خودش. این واقعا یه چیز خفنیه به نظر من. یه کسی که جرأت اینو داشته باشه توی 16 سالگی کار بکنه خیلی حرفه. به نظرت خوشبختی؟ بله. خوشبختی رو تو چی می‌بینی؟ خوشبختی اینه که حرف پدر مادرم گوش میدم و به خودم امیدوارم. به خودت امیدواری؟ یعنی در آینده میتونی به یه جایی برسی که بهتر کنی درسته؟ ان شاءالله که همینجوری میشه. فقط در آخر قضیه اون سوال ازن داشتیم میپرسیدیم و الان ازش میخوام بپرسم. به نظرت بقیه توی اینستاگرام، توی یوتیوب، توی حالا هر جای دیگه ای اونایی که میرن تو ترکیه، میرن دبی یا عکسای خفن تو ماشینای خفن حسودی میکنی بهشون؟ به نظرت اونا واقعا خوشبختن یا نه ادای خوشبخت داره میارن؟ حسودی که نمیکنم چون اونا بازیگرن دارن واقعا زحمت میکشن. نه بازیگر نه، آدمای مثلا تو اینستاگرام میبینی پول دارن، بلاگر هم نیستن یا چیزی هم نیستن. اونا دیگه واقعا دارن دیگه، واقعا دارن پیشرفت میکنن. دمت گرم. مرسی آقا. پس پیج اینستاشو میذارم برید دنبال کنید. صداش خیلی خفن بود. دمت گرم. مرسی. خیلی مخلص. عالی بود. عالی. مرسی. آقا خیلی مخلص. آقا خیلی خفن بود ولی یعنی فکر میکنم یه اتفاق نادر بود. میدونی که وسط ویدیو یه نفر بیاد بگه آقا میخوام بخونم. خیلی خفن بود. همین که اومد جلو بگه من میخوام بخونم خودش. ولی فکر کنم ویدیوشو دیدم. آره میخونه؟ آره. تو اینستاگرام یکی از بلاگرها اومده اینجا این برای شعر خونده فکر کنم. آها. آره پیجشو میرم پیدا میکنم بچه‌ها. خیلی خفن بود. باحال بود. خودش بلاگر بود. آره گفت من بلاگرم. آفرین. استعدادشو داشت به نظر من. آره. حالا بریم سراغ موضوع خودمون. بریم. یه پیام بازرگانی و یه آنتراک بود دیگه خلاص. تو قسمت بعدی هم خود یکی دیگه بیاد. دمت گرم. مرسی بلا میستر برات بمیرم. داشتیم نه فقط بشم. شاکرت. دورت بگردم. اسم این کافه چیه؟ لاکچری؟ حالا عیب نداره بعد به اسمشو بپرس به ما بگو. بگم تو ویدیو هم بگم که کجاییم. خب کوروشان بله عزیز دل قربونت. خب داشتم اینو میپرسیدم به نظرت خوشبختی قدیم با خوشبختی ما چه فرقی میکنه؟ من احساس میکنم خیلی فرق میکنه. من احساس میکنم فرقی نمیکنه. فرقی نمیکنه؟ نه. خیلی جالب. ببین حس درونش یکیه. خب آره. الان بهت میگم چه جوری. ببین 20 سال پیش همچین گوشی وجود نداشته. خب آره
یکی 11.2 هم میخریده، حس دوپامینش با الانی که من میرم آیفون میخرم یکیه. چون اون موقع بیشتر از اون 11.2 وجود نداشته. یعنی اونو وقتی که میخریدی تیلانج اسم کافه اینجا تیلانجه بچه‌ها. آها. آره ما الان اینجا نشستیم تیلانج توی پل قاضیان، زیر پل قاضیان. خب 20 سال پیش وقتی یه گوشه 11.2 میگرفتی تهش بوده دیگه، همون بوده. امروز هم میری آیفون 16 میگیری تهشه دیگه. تهشه. خب اون با اون تهش خوشحال آیفون بوده. 17 تهش. حالا اینم با اون آیفون 17 مثلا آره. اون دوپامینه توش تراشه میشده و حس به برتر بودن میکرده. پس بنابراین حسا همون حسان، صرفا شاید یه سری امکانات و یه سری روش ها و اینا مثلا عوض شده، وگرنه همیشه همون بوده. نه ببین من یه ذره مخالفم. من احساس میکنم که اونا مخالف که نیستی، در واقع یه دید نظر دیگه دیگه‌ای دارن. آره. آره من میگم که دوران قدیم با تلویزیون سیاه و سفید خوشحال بودن. آها. یعنی مثلا یه جمعی می اومدن از همسایه‌ها میشستن، اصلا اینجوری فخر فروشی نبوده. خب. چون من خودم با بزرگم اینجوری بود که تلویزیون رنگی خریده بود، مثلا همسایه‌ها می اومدن میدیدن، یادمه بچه بودم. ولی الان اینجوری که تو چشم میکنن میگیری، یعنی اون گوشیو که خریده، آیفونی که داره یا هر چیزی که داره یا اون ماشینی که داره رو تو چش بقیه میکنه میگیری. قبلا اینجوری نبوده. احساس من میگه، احساس میکنم قبلا یه ذره این حالت بیریایی و آقا اوکیه من دارم انگار تو داری و میدونی چی میگم. قبلا یه مثالی میزدن چرا خونه بخریم، خونه مثلا همسایه خونه خودمون، میدونی چی میگم، یه اینقدر مثلا با هم بیشتر صمیمی بودن. الان نه، الان انگار مثلا اون مبل فلانی خریده من چرا نباید بیشتر از اون بخرم. میدونی چی میگم، یه چشم و همچشمی تو اون خوشبختیه. انگار اینجوریه که آقا من از تو باید خوشبخت‌تر باشم. قبلا انگار اینجوری نبوده. حالا شما هم نظرتون رو بگین توی کامنت ها. قبلا هم انگار اینجوری نبوده. انگار مثلا خوشبختی توی یه چیز کوچیک‌تر بوده. میدونی چی میگم، مثلا محمد فلاور. حله محمد فلاور. آره این بنده خدا اومد اسم پیجش عوض شد. یو محمد فلاور. از چی رفت به چی؟ محمد حالا تو ویدیو گفتیم دیگه. به هر حال از یه چیزی به آره نظرش عوض شد. دیدی دیگه خوشبختیش در لحظه ای آره. از یه چیزی به یه چیز دیگه رفت. نه خب. تصمیم گرفت که واقعا بلاگری آره. قوی شروع کنه دیگه. خب آره من احساس میکنم که اینجوریه. و تعریف خوشبختی برای نسل ما چیه؟ پول، عشق، فالوور یا آزادی؟ همش هست. یعنی کدومو داشته باشی خوشبختی؟ پول. فکر کن اون ستای دیگه رو نداری. اون ستای دیگه چی بود؟ عشق، فالوور، آزادی، عشق، پول. فالووری که به نظر من مهمه. اگه پول زیاد داشته باشی دیگه فالوور میخواد چیکار؟ پول داری خودش فالوور میاره. پس تو صرفا پولی. منم تقریبا رو پولم. آره به نظر من آخه پول داشته باشی ببین. پول داشته باشی قبول داری؟ میری ماشین خفن میگیری یه استوری میذاری فالوور. این کلمه پول چون حالا پول داریم تا پول مثلا میگه من الان تو جیبم 1 میلیون تومان خیلی هست. پول. این پول محسوب نمیشه. این که داری زنده میمونی فقط. مانی خب؟ کش. این داری زنده میمونی. میگی آقا 10 میلیون دارم. آقا من 10 روز دیگه هم میتونم زنده بمونم. خب 20 میلیون دارم 20 روز دیگه هم میتونم زنده بمونم. پول میدی یعنی چی؟ یعنی تریلیارد دارم. علاوه بر این که میدونم تا اون روزی که زنده هستم میتونم از این استفاده کنم، حالا کارهای دیگه هم میتونم بکنم. یعنی هر کاری که دلت میخواد بتونی با پول. اونو میگم پول. آره. این که تو جیب منه مثلا 10 میلیون تومانه که نمیگم. یعنی پول. الان به نظر با ماهی چقدر خوشبختی کوروش؟ من آره. با ماهی چقدر؟ نه زیاد رویایی بگو، نه زیاد کفو بگو. با ماهی الان تو ایران با ماهی 1 میلیارد. با ما 1 میلیارد. 1 میلیارد. خیلیه. خب دوست دارم. خیلیه. یعنی تو 24 رو تقسیم بر 1 میلیارد کنی چقدر میشه؟ 24 روز؟ 24 ساعت. آها نمیدونم. واسه میشه تقریبا روز 100 و خورده میلیون در ساعت. درسته؟ اگه اشتباه میکنم بهم بگین. 100 و خورده میلیون در ساعت داشته باشی. نه فکر کنم کمتر. نه کمتر. 900 میلیون. نه خیلی 1 میلیارد. 1 میلیارد. 90 میلیون. تقریبا 80 میلیون. 80 میلیون. ریاضیمون ریدم. تقسیم بر 30 با بکنیم. تصمیم 24 ساعت. تو 24 ساعت چیکار میتونی بکنی باش؟ خب سفرهای مختلف میشه.
آره. بنده مثلا خدا. مستر بیست دیگه. آره. یا مثلا اراده کنه میره اصلا فرانسه. مستر بیستی آره. میدونی یه دفعه دیگه آقا تو آفریقا میخوام خیلی 500 خفنه. تا منبع آب بده. خیلی خفنه. این دیگه با پولش عملا داره چیز میکنه، میدونه تغییر میده یه جایی و یه شهری و از یه جایی به بعد ولی احساس میکنم این پوله یه ذره تو رو اذیت هم میکنه. چطور؟ مثلا دیگه رفیق واقعی نداری. چرا؟ میگم میگم به خاطر پول خب جذب رفیقایی میشن. پیدا میکنی که شبیه تو باشه. خب اگه شبیه نباشن چی؟ داریم دیگه نداریم. نه 1 میلیارد ماه. پولدارا رو پیدا میکنن. نه مثلا تو همون پولدارا تو احساس نمیکنی که یه آدمایی هستن که رفاقت براشون زیاد مهم نیست، پوله براشون مهمه؟ فکر نکنم. احساس نمیکنی توی مثلا قشر پایین اون معرفت خیلی بیشتره تا قشر بالا؟ نه نمیدونم. یعنی پولدار چرا همیشه فکر میکنیم پولدار با معرفت وجود نداره؟ پولدار با معرفت هست. خب هست، نمیگم نیست، میگم اکثریت. صدا و سیمایی چرا فکر میکنیم؟ چرا فکر میکنیم هر کی لاب دوشام پوشیده نه من اصلا اینجوری نیستم. اینو کاملا نقض میکنم. من اصلا اینجوری نیستم. نه ولی دارم این به چالش میکشیم دیگه. اگه مثلا این قبول کنه منم قبول کنم بحثمون تموم میشه. اوکی. من باید یه سری جا مخالفت کنم. پس تو به خاطر اینکه بحث ادامه داشته باشی داری مخالفت میکنی؟ یه جورایی. ولی واقعا نظرمو بخوام بگم احساس میکنم پول زیاد آدمای فیک دور تو زیاد میکنه. تو باید زمانی که داری به اون پول زیاد میرسی با اون آدما آشنا بشی. من یه سوال از تو دارم الان. تو مثلا ما 1 میلیارد داریم. آقا یه گوش کن. من اگه ما 1 میلیارد داشتم هرگز نمیومدم پیش تو. خب چیکار کنم که نمیومدی؟ میگی چی میگم؟ الان زمانی خب که هر گوش کن دیگه. هر کی داستان زندگیش فرق گوش کن. تو هم نمیومدی. قبول کن. ولی الان مثلا من خوشحالم کنار تو هم. خب. یه رفیق اینجوری پیدا کردم. تو نمیدونم خوشحالی. حالا یه سوالی ازت ما در کنار یه سوالی ازت در کنار کوروش من شاید بتونم به اون 1 میلیارد نه ولی شاید به مای 500 میلیونه برسم. با این خیلی خفن. حالا یه سوال ازت. بعد دیگه به کوروش اعتماد 100 یه سوال ازت دارم. یه سوال ازت. ما در کنار هم قرار گرفتیم چون می‌خوایم به یه پولی برسیم. نه به این فکر می‌خوایم به یه هدف اصلی داریم. هدف می‌خوایم آره. برسیم. خب حالا یه پولدارم در کنار یه پولدار وای میسه و یه هدفی داره. آخه اونا دنبال اشغال و پاتایی ان. خب پاتایا هم یه هدفه. اوه. به قول معروف لاکچری زندگی کردم یه پاتایا حالا من نمیدونم مثلا پاتایا کجاست. دروغ میگه مثل چی؟ نه خدا شاید نمیدونم کجاست. تو تایلند. آره. بعد نه صرفا این چیزی که من دارم میگم آقا اینی که من الان با کوروش تو یه لول دارم میرم جلو جذاب‌تره برای من. شاید برای خیلیا پول زیاد دوست دارن که آزادیای اینجوری داشته باشن، نمیدونم پاتایا و فلان اینا. اصلا من کلا با اینجور چیزا مخالفم. شادی و دوپامین رو تو چیزهای دیگه میبینم. مثلا نشستن توی یه هواپیمای لاکچری. آرزو چیه؟ آره اگه مثلا اینقدر پول داشتی آرزو چیه؟ آرزو اینه که اولا یه خونه ویلای خیلی بزرگ بخره. آره با 3-4 تا سگ بولداگ بزرگ سیاه. ای وای. با 2-3 تا شاسی خیلی که راننده هم داشته باشه. من خودم دوست دارم. من دوست دارم رانندگی کنم. اصلا دوست ندارم. نه من دوست دارم راننده داشتم. در حواسم باشه. آقا این ویدیو رو 10 سال بعد می‌بینی. چرا 10 سال بعد؟ اصلا 1 سال بعد. 1 سال بعد که دیگه نمی‌رسی. آقا تو از کجا می‌دونی فردا نمی‌رسی؟ فردا یه دونیت میلیاردی بزنید. من موقعی که می‌خواستم یه دوربین بخرم آرزوم بوده که یه دوربین بخرم. آره منم اینجوری بودم. آرزوم بوده رسیدم و فکر می‌کردم که من اصلا نمیتونم دوربین بخرم یا 5 سال بعد بخرم. من تو یه ماه دوربین خریدم. آره. حالا از طریق مثلا یه اتفاق آقا کوروش این خیلی فرات. اونم اتفاق میفته. یعنی امکان داره یه پیرزن پولدار برگرده بگه کوروش جان عزیز دل من قربون تو برم این 100 میلیارد برو عشق کن ما یه بار بیا پیش من. دونیت دیگه. میری؟ برم چیکار؟ نه جدی اگه یه پیرزن پولدار بهت بگه 100 میلیارد نه الان دیگه غیر واقعی نگیم 10 میلیارد بهت میدم ما یه ماه بیا پیش من. بیام چیکارم؟ دیگه اون دیگه خودش میدونه. نه نمیری؟ به خدا که میره. خدا شاهده نمیره. وای خدا قشنگ بود. آقا به نظر شبکه‌های اجتماعی چقدر تاثیر دارن توی این نمایش خوشبختی؟ اصلا اگر نمایش خوشبختی نباشه خوشبختی نباشه که تو اصلا نمیرید اکسپلور تو نگاه کنی. بذار یه چالش دیگه ای داشته باشیم توی همین سوال. به نظرت اگه گوشی‌های موبایل یک روزی همه خاموش بشن چند درصد مردم هنوز احساس خوشحالی و خوشبختی میکنن؟ خیلی احساس افسردگی میکنن. اینجوری در این ها؟ آره تو فهمین 10 روز اینترنتت قطع بود تو سر کول خودت میزدی. وا آره میزدی دیگه. واقعا آره. اینترنت که بود. نمیگم گوشی خاموشه آقا. گوشی هم کسی دیگه نداشته باشه. گوشی دیگه نداشته باشه. همه چی خاموش. یا یه ماه 2 ماه 6 ماه همه دیوونه میشن بعد دنبال یه چیزی بالاخره میگردن. چند درصد احساس خوشحالی و خوشبختی میکنن؟
من احساس میکنم زیر 1%. یعنی همه الان تو حباب موبایل. آره آقا الان این بچه رو نگاه، بچه 16 ساله، پیرمرد 90 ساله، همه درگیر گوشی هن. یعنی صرفا اخبار رو یعنی داری گوش میدی، درگیر گوشی دیگه. حالا دارید وقت تو هدر میدی، میخوای یه چیزی یاد بگیری، هر چیزی درگیر اون گوشیه. یه نفر رو دوست داری، یه بلاگر رو دوست داری، چه میدونم که روزمرگی میذاری، یهو اون از دست میدی، عادت کردی بهش. نیست؟ ولی الان خودت گوشی نداشته باشی اصلا من البته تو پیج خودم مثلا یه بازه‌های زمانی در 2 سال اخیر سعی می‌کردم که کلاً یه هفته اینو خاموش کنم و برم ببینم که خودم با خودم میتونم آیا کنار بیام. وای نمیشه. نمیشه. من این کارو انجام دادم. نمیشه. من یه بار من بیشتر از مثلا 5 ساعت نتونستم. 5 ساعت؟ آره. من کلا یه بار 10 روز گوشی رو خاموش کردم کامل، گذاشتم تو کمد و روزا که پا می‌شدم اینقدر طولانی بود مجبور بودم با دوچرخه برم مدچکن 5 ساعت اونجا فقط دریا رو نگاه کنم، بیام خونه چون تلویزیون ما هم خاموشه، مثلا آنتن پانتن اینا نداره، دفتر برمی داشتم چرت و پرت می‌نوشتم. بچه‌ها دونیت کنید کوروش آنتن بخره. نه من کلا آنتن ماهواره. نه کلا با تلویزیون مخالفم. منم تلویزیون نگاه. الان من احساس می‌کنم زیر 40% جامعه دارن تلویزیون. مثلا تلویزیون نگاه نمی‌کنم. قبول داری اینو؟ آره. مثلا احساس می‌کنم زیر 40% که دارن تلویزیون، اصلا کلا فرق نمی‌کنه، ماهواره تلویزیون همه درگیر گوشی ان. چون من انتخابم نیست که یکی برام یه چی پخش کنم. آره. مثلا خودم انتخاب کنم. ایول. به نظرت من احساس می‌کنم نصف اونایی که توی اینستاگرام لبخند میزنن توی واقعیت واقعا خسته و افسرده‌ان. خب نظرت هست؟ درست. چرا اینجوریه؟ مثل همون چیزی که از اول گفتم، اگه لبخند نزنی آدما رو جذب نمی‌تونی. حالا بیا یه ذره دارکش کنیم. این خوشبختی مجازی از کجا میتونه ما رو فریب بده؟ یعنی از کجای این داستان دیگه ما فریب خورده میشیم؟ همین الان هم فریب خوردم. یعنی الان اینقدر دارک قضیه؟ آره. یعنی ما توی ماتریکس فضای مجازی گیر کردیم. آقا من امروز عکس پروفایلم، من چهره‌م اینجوری بوده، مثلا عکس اینجوری گرفتم. خب برای اینکه جذاب به نظر بیاد دادم هوش مصنوعی، گفتم آقا لبخند چیز کن، لبخند بذار. برای من چرا لبخند نساختی؟ برای الان پادکست هر دو تا معمولی بود. نه عکس پروفایل میگم. نه این چیز همینی که الان ساختی. خب بعدا میتونی عوضش کنی. آره. لبخند بزن. چه اینجوری شاید کسی نگاه نکنه، اونجوری بگه آقا مهدی داره میخنده چه خبره، یا گریه میکنه. آره. دقت کردی احساسات چقدر مهمه؟ بت باشی زیاد شاید دیده نشه، ولی یا گریه کنی یا اخ کنی. آره. مثلا چی شده میره. آفرین. خب داشتی میگفتی تاثیر داره. تاثیر داره. ما تو ماتریکسیم نه؟ اصلا به ماتریکس اعتقاد داری؟ چیزی که مد شده ماتریکس نماندی. نه ببین من احساس میکنم ماتریکس همون زندگی آدمکوار و کوکیه که تو صبح بلند شی بری سر کار، بیای خونه بخوابی، دوباره صبح بلند شی بری سر کار و چیزای دیگه. چون هدفی وجود آره نداره. احساس میکنم هدف از در کل تو دنیا به نظر من هدفی وجود نداره. خب چیزی که من الان دارم برای خودم درست میکنم تو ذهن منه که دارم براش هدف میذارم. مثلا الان من میتونستم تو خونه باشم صرفاً زیست مثل یه چی بگم زنده غذا بخورم، مثلا بخوابم، اینا میگن زیست حالت نرمال دیگه، مجبوری این کارا رو بکن، مجبوری بخوابی، مجبوری غذا بخوری فلان. بقیه اینجور چیزا، بقیه خارج از این چارچوب میشه هدفه. من میخوام الان برم بشینم اینجا مثلا پادکست ضبط کنم، من میخوام برم اینا میشه هدف دیگه. خب کل جهانم هر کسی چون اگر وارد بی هدفی بشه میپکه، مجبوره یه چیزی برای خودش بذاره برسه تا اینو سیر کنه. یعنی تو پوچی غرق نشه. تو بی هدفی تنها چیزی که وارد مغز انسان میشه فکر مرگه. آفرین. چون میخوای از مرگ فرار کنی، حالا مرگ نه، چیزای منفی. دقیقاً مرگ. خیلی دارکه. چون تو ساکت بشین توی اتاقی، چشتم ببند، هیچی هم نگو، 10 دقیقه نفس بکش، آخرش به فکر مرگ. واقعا به فکر مرگ نمیافتم. من این کارو کردم. نه واقعا. به چی فکر میکنی؟ هیچی. واقعا سعی میکنم به هیچی فکر نکنم. چجوری به هیچی فکر میکنی؟ به خدا باور کن. وقتی به هیچی فکر میکنی داری به اون فکره دارم فکر میکنم. میخوام خودم رو رها کنم. هیچ وقت به مرگ اونجوری مثلا اینجوری نبودم که 1 ساعت، نیم ساعت، 5 دقیقه بخوام فکر نکنم به مرگ برسم. نه بابا، من دنبال چیزای بزرگتر سعی میکنم باشم. به جای اینکه بخوام ناامید بشم، یعنی تو اوج ناامیدی بودم. من اتفاقا همین فکر مرگ منو باعث تکاپو میندازه. من میدونی چرا اینجوری نیستم؟ چون احساس میکنم امروز آخرین روز زندگیمه. بازم داری به مرگ فکر میکنی.
نه دیگه اصلا دیگه بهش فکر نمی‌کنم. میگم آقا امروز من باید بهترین روز باشه که اگه شب شد فردایی نبود خیالم راحت باشه. نگم آقا ای کاش این کارو می‌کردم. الان مثلا خونه بودم یهو گفتم آقا برم انزلی ویدیو بگیرم. خب باید میومدم. نمیومدم احساس می‌کردم یه فردا نمیام. می‌دونی چی میگم؟ یه همچین حسی دارم. جالب، می‌دونی چی میگم؟ جذاب نیست؟ متفاوته. تو کامنت‌ها بنویسید مهدی جذاب. بعد اینکه تو کامنت ها بنویسید کوروش نیست. تا حالا شده از زندگی خودت راضی باشی ولی بعد از دیدن استوری یکی دیگه نه حس کنی که نه بدبختی؟ بله. اون خیلی استوری ساده. اون استوری چی بوده؟ یارو مثلا انقدر پول داشته که داشته سفر میکرده واو. کشورهای مختلف، ماشینای مختلف، واو. غذاهای لاکچری. آره منم بودم خود. همینه دیگه، آدم دوست داره داشته باشه. صبح پا شدم خیلی پر انرژی. آه. مثلا یه پروژه‌ای گرفتم یه پولی اومده جیبم آه. میگم دمش گرم فلان. بعد پولتو با اون یارویی که تو آره فرست کلاس نشسته یهو مثلا استوری رو باز می‌کنی می‌بینی یکی توی مثلا بیزنسی نشسته داره میره نمیشه دبی. من رفتم جلسه دبی. آره رفتم دبی. یهو مثلا یادش میاد ای بابا. ای بابا. دوباره. اون کجا من کجا ها؟ آره یه اینجوری هست دیگه آقا اگه بگی نیست تو دروغ میگی به نظر من. و ببین انگیزه میشه یه جورایی برات. گاهن یه سری منابع مالی یا شرایط جبریه دیگه. خب مگر اینکه اون همون قضیه جبر و اختیار یه سری برای یک سری کسا اتفاق میفته، مثلا وضع مالی بهتری داره، حالا یه تلاش کردی رسیده. تو اگر بخوای منفعل باشی و به اون فکر نکنی که او اون داره، من یه راهکاری پیدا کنم که اگر به اون نمیتونم برسم به نصفش حداقل برسم، به یک چهارمش برسم، خوبه. آقا به نظر خوشبختی فلسفی زیباست؟ از نظر فلسفی بخوای خوشبخت باشی شنیدی که میگن آقا من لبخند میگه که اون خنده و شادی که اون یارو با موتور با خانواده‌اش داره اون یارو بنزینه نداره. دروغ میگه. آره میدونم. حالا به نظرت این خوشبختی فلسفی قشنگه یا خوشبختی کاربردی، همون جریان زندگی فلان؟ تو که 100% کاربردی. کاربردی. آیا کسی هست که یه همچین خوشبختی آدم خیلی فلسفی هستم ولی زندگی زیست و مثلا چیزای باحال لاکچری امکانات و پول و قدرت اینا رو خب طبیعتا میطلبم. به نظرت خوشبختی واقعی از درون میاد یا از بیرون میاد؟ یعنی اینکه تو ماشین داشته باشی، خونه داشته باشی، همینا داشته باشی ولی از درون خوشبخت نباشی، یا اینکه نه نصف اینا رو داشته باشی ولی از درون شاد باشی؟ ببین بعضی اوقات ذهن یه حدی داره. خب مثلا میگه یارو حدش اینه که تو اون موتور میشینه حال میکنه، خب به بالاتر از اونم شاید اصلا فکر نکنه ولی با همون داره لذت میبره. ولی ذهن من انقدر حدش هی میره بالا، مثلا من اگه درس تو بنزم بشینم بنز مثلا دلمو میزنه میگم حالا مثلا فلان ماشینو میخوام، یه مدل بالاترش. چای ما رو نیاورد. یادش رفته نه گفت به من. الان ما آدمای خوشبختی نیستیم چون چای نداریم. نمیدونم ولی احساس میکنم ما رو نادیده گرفتن. من احساس میکنم که مثل هدفهای کوتاه مدت بلند مدت ما یه سری خوشبختی‌های زودگذر و کوتاه داریم. مثلا مثل دوران بچگی یه چی خوشبختمون میکنه، الان آره یه لحظه هایی هست که احساس خوشبختی میاد سراغمون. 10 دقیقه 20 10 دقیقه ولی واقعا تو اون 10 دقیقه خوشحالی خوشبختی. مثلا من خواهرزادم به دنیا اومد، واقعا تو اون لحظه تو اون روز خوشبخت ترین آدم دنیا بودم. تو اون روز نه اون حسه رو میگم. فکر کن یهو دوپامین رسیده به 1000. خب میگیری چی میگم؟ اون دوپامینی که صحبتشو میکنیم 2000 بود. خب یعنی تو یه لحظه بیت کوین یهو رفته 200000 رو دیده اومده پایین. میدونی چی میگم؟ من احساس میکنم تو طول روز ما اگه این خوشبختی‌های کوچیکمون رو داشته باشیم، خب واقعا پیدا کنیم یه تایم‌های کوچیکی برای خودمون وقت بذاریم، میگم من خوشبختم به خاطر این 10 دقیقه. احساس میکنم زیاد نمیریم توی بعد تاریک قضیه و احساس میکنم تلاش میکنیم برای اون خوشبختی طولانی مدته. نظر چیه؟ احساس میکنم یه همچین چیزی هست ما اصلا خوشبختی کوتاه مدت داریم یا نه؟ یعنی اصلا اون اسمش خوشبختی نیست. نظرتون چیه؟ اجباره. اینکه تو فعلا اینا رو داری و مجبوری یکی از اینا رو انتخاب کنی و بگی من با این خوشبختم. خب نه اجبار نیست که. چرا دیگه اجباره دیگه. مثلا من عاشق بچه‌ام مثلا. خب تو میگی من عاشق بچه‌ام. خب آره. خواهرزاده اومده یه جورایی همون خواهر تو داری تو کوچیکیش می‌بینی دوباره. خیلی حس جذابیه. اصلا انگار خوشبختی. همین که الان میرم مثلا خواهرزادم منو صدا میکنه دایی جون،
یه لحظه خوشبختم. احساس میکنی خواهرت مثلا دوباره آره یه لحظه خوشبختم. مثلا تو مثلا فکرشو بکن، مثلا مادرت خب یهو میاد، دیدی مادرها اینجوریه، یهو میاد یه نازی تو رو میدن تی گازا بخوره تی نازا. اون لحظه تو یه لحظه برمیگردی به دوران کودکی که هیچی برات مهم نبود، دغدغه فکری نداشتی، یه لحظه خوشحالی دیگه، خوشبختی. شاید تموم بشه این خوشبختی، شاید اون لحظه بگذره، ولی احساس میکنم تو اون خوشبختی رو درک کردی یه لحظه. حالا میتونی، یعنی میخوام یه چیزی بگم، ببین بچه‌ها برای چی آینه زندگی هم. نه آینه زندگی نه. بچه‌ها تو کودکی دیدی با خیلی چیزای ساده خوشحال میشن، با یه پفک خوشحال میشه. میدونی چرا؟ چون زیست طولانی نکرده، اون حد مغزش هنوز پایینه. خب حالا نمیتونم بگم پایین یا یه سری چیزا رو تجربه نکرد. تو همه اینا رو تجربه کردی. احساس میکنی که مثلا اگه یه مدت بگذره دیگه از دایی بودن خوشم نمیاد، خوشبخت نیستم. اونو دارم اصلا مثال نمیزنم، دارم یه بچه رو مثال میزنم. میگم یه بچه، شما رو نمیگم، میگم یه بچه یه زیست محدودی کرده، 9 سال 10 سال، با یه سری چیزای ابتدایی خوشحال میشه. من مثلا الان 34 سالمه، اون چیزای ابتدایی رو سیر کردم، رفتم بالاتر. الان دیگه اونا زیاد خوشحالم نمیکنه، یه چیزای بزرگتر خوشحالم میکنه، یه چیزای عجیب‌تر خوشحالم میکنه. میدونی فرق ماست بین من نوعی با اون بچه. آره. بچه مثلا محدودیتش اینقدر توی لیوان در نظر، من الان یه پارچم ولی خالیه. یعنی تو هیچ وقت نشده که تو اون پارچه یه لیوان آب بریزی و خوشحال بشی؟ نه، یه پارچم پر نشده. نمی‌دونی چرا؟ الان تو یعنی تو طول روز، طول عمرت الان به این سن رسیدی، من اگه احساس تمام خوشبختی کنم که نه تو یه لحظه‌های احساس خوشبختی نکردی؟ چرا؟ میشه مگه؟ آره. محدود چرا؟ داشتم ناامید میشدم مثلا از این قضیه، گفتم این دارک اصلا این افسردگی مزمن داره. نه محدود چرا؟ آره میگم که محدوده. خوشبختی‌های کوچیک، مثلا تو ماه شاید یه بار این حس رو داشته باشی. میگیری؟ داریم دیگه. مثلا تو دوربینو خریدی، خوشبخت نبودی از نظر خودت؟ برای یه هفته چرا؟ آره کیف می‌کنی دیگه. برای یه هفته چرا؟ ولی بعد میگم بیشترش رو می‌خوام. آفرین. بیشترش رو. من همین دنبالم بیشتره. آره. دیگه این ذات انسانه دیگه، نمیتونیم اینو منکرش بشیم که ذات انسان. مثلا الان یکی از لاکچریام اینه که تو برج خلیفه طبقه آخرش مثلا اونجا آهنگ دوبس دوبس بذارم، پنجره ها رو برج خلیفه رو نیستم آجی، برج خلیفه رو نیستم. حالا هر چیزی که گنده باشه، بزرگ باشه. آره اصلا برج خلیفه رو نیستم. ما خودمون تو ایران یه جایی داریم 100 تا برج خلیفه است. دیدی میان پرستی و دیدی؟ آره آقا بخوای به خود 18 سالت سوالایی می‌پرسی. آره به خود 18 سالت یه توصیه کنی که خوشبخت بشه تا الان، چی میگی؟ یه کار ادامه بده. آفرین. تمرکز روی یک کار. من چندین کار رو با هم هندل کردم. آره آفرین. تو حتی اگه مکانیک هم بشی، تمرکز کنی روی اون مکانیک بودنه، بهترین مکانیک محلت توی شهرت بشی، به نظر من میتره کنی. یه کار رو باید ادامه. آره بروسلی میگه که آقا من از کسی که 1000 تا فن رو یه بار تمرین کرده نمیترسم، ولی از یه نفر که یه فن رو 1000 بار تمرین کرده میترسم، چون خیلی استاد میشی دیگه. آره قشنگ بود. دمتون گرم اگه تا اینجای قضیه رو دنبال کردید. آره لایک سابسکرایب فراموش نشه. لایک و کامنت و ساب یادتون نره. ها اونجا بگو دیگه من چرا؟ نه به تو میگم که شما بگید. مخاطبای مگه شما نیستن؟ چرا دیگه مخاطبای تو هم شاید اومدن دیدن. گوش نکنه. چرا؟ به تو عادت کرده. نه عزیز من. چنل رو ساب کنید بچه‌ها. بیشترین حمایتی که میتونید از ما بکنید اینه که لایک کنید، انرژی مثبت بفرستید، نظراتتون رو بنویسید، من میخونم. و دمتون هم گرم که تا اینجا بودید. به نظر من خوشبختی میتونه همین لحظه‌ای باشه که تو داری بفهم. خواهش میکنم. تشکر از شما. مرسی ممنون. تشکر. اینجا کافه اسمش چی بود؟ تیلانج. یه بار دیگه بگیم کافه تیلانج. مرسی. چایای خفن. همین الان میشه قربون شما. همین میشه خوشبختی دیگه. بعد اینکه آره به نظر من یه خوشبختی اصلی داشته باش، یه هدف اصلی داشته باش که احساس می‌کنی باش خیلی خوشبختی. خوشبختی‌های ریز تو از بین نبر. آره. میدونی؟ اونا رو هم استفاده کن، لذت ببر. بعضی وقتا اینکه مادرت بغلت میکنه یه خوشبختیه که شاید پول بهت نده این قضیه رو. بله. این خوشبختی‌های کوچیک خیلی مهمه. شاید همین الانی که تو داری این ویدیو رو نگاه می‌کنی، این پادکست رو نگاه می‌کنی، آدم خوشبختی هستی. بله. خب من بهت مثلا میگم آقا تو آدم خوشبختی هستی، ولی از دید خودت شاید این قضیه نباشه.
ولی تو واقعا خوشبختی، چون این گوشی که تو داری خیلیا ندارن. میدونی این اینترنتی که تو داری خیلیا ندارن، این وقتی که تو الان با پدر مادرت میگذرونی خیلیا ندارن. نمیگم قانع باش، دقیقاً می‌خواستم به همین برسم. آره نمیگم قانع باش، باید لول اپ کنی همش. لذت ببر و رو به جلو برو. به نظر من این مهمترین چیزه تو زندگی، درسته؟ بله. حالا نظر من میتونه نظر من چیزی باشه. حرف پایانی اینه که لول اپ کنید. عاشق کلمات پایان کارم لول اپ کنید. آره امیدوارم که بالاتر غول مرحله آخر. امیدوارم که ویدیو موج شکن هم دوست داشته باشید. چی بهش میگن؟ مجموعه ویدیوهای موج شکن قراره یه فصلی از یه فصل از موج شکن. یه فصلی از موج شکن داشته باشیم. برنامه موج شکن. برنامه موج شکنه آره. ولی خب اصطلاحا ما بهش میگیم، دیدی میگه بازی‌ها دیگه خودش ما میدونیم چیه. موج شکن. موج شکن. امیدوارم هدف منم از اسم اینی که اون فردی که وارد تلاطم و موج و اینا شده این داره موج شکنی میکنه، داره مثلا تو جلو میره. الان من تو داریم موج شکنی میکنیم. آره توی جمعی نشستیم که همه دارن یه نگاهی میکنن ما رو. سعی میکنیم با این موج داریم مقابله میکنیم. آره. ولی وقتی بیفتی توش دیگه تمومه، رفتی. برو بالا، نگران نباش. دمتونم گرم. چند وقتی داری یوتیوب کار میکنی؟ الان 1 سال مدام دارم کار. 1 سال مدام داری کار میکنی. من پشت زمینه مثلا شاید 4-5 ساله دارم مدام کار میکنم، ولی نه اونجوری بخوام برای بقیه کار کنم میگی؟ برای خودت. خودم 4 ساله الان دارم برای خودم کار. تو یوتیوب؟ آره. مدام داری 4 سال کار میکنی؟ 4 سال پیش ویدیو گذاشتم، شروع کردم، ول کردم. اینجا رو میگم. همینجا دیگه. الان یه ویدیو هست برای 4 سال پیشه. گذاشتم، ول کردم. دوباره 9 ماه از چیزم گذشت. خودت همونی که داری نان استاپ کار میکنی داره. آره. تو یه سال. اوکی. 1 سال. من حدود 20 روزی هم. آره. سال دیگه همدیگه رو میبینیم همینجا با ماشین خفن. اوکی. میگی نه نگاه کن. اینو سیف کنید سال دیگه. این بار چون مجبورم. آره. دفعات قبل مجبور نبودم، میتونستم بگم حالا اینم هست. جریان اون چیزاست دیگه. بهت گفتم یارو تو دریا بهش میگن تعریف کنی بار. کوسه بهت حمله میکنه، چیکار میکنی؟ میگه میرم بالای درخت. میگه آقا تو دریا مگه درخت هست؟ مجبورم. نمیفهمی؟ الان ما مجبوریم. بعضی وقتا تو مجبوری که خوشبخت بشی. پس خوشبختی رو به دست بیار. خوشبختی اینجوری نیست که تو خونت بمونی بیاد در بزنه. شاید شانس یه بار بیاد در بزنه. ولی خوشبختی اینجوری نیست. بار بعد لگد میزنه. آره. دمتون گرم، خیلی مخلصیم. قربان برم. یا علی خداحافظ. خدا نگهدار. دمت گرم.